بچه خوش اومدین به این ویدیو. من گیمر هستم، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدیم با آموزش دانلود 3 مود که امیدوارم ازشون، از این مودها که آموزششون میذارم، خوشتون بیاد. آخرین مود آخر ویدیو میفهمین چقدر باحاله. آخرین مود واقعا میگم خیلی واسه بدراک پلیرها باحاله، که شما اگه کنسولی دارین یا به مثال موسی کیبوردی چیزی دارین، واقعا آخرین مود به دردتون میخوره. میتونین کلا با گوشی این PC بازی کنین، چون واقعا میگم خیلی به درد بخوره. و اولین مودی هستش که شما مشعل تو دست چپتون یا تو دستتون نور میده، که شما برای این کار نیاز به برنامه مستر فور ماینکرافت دارین که دورش الان خط کشی شد. برین داخلش، که دعا میکنم این ویدیوهای قبلی انقدر طول نکشه. ویدیوهای قبلی باور کنید خیلی طول کشید تا بیاره، برای همین مجبور شدم دوباره بگیرم. اسمارت تورچ و خداش این یکی سریعتر آورد. و نکنید اگه عین مال من انگلیسی باشه زبونش، شما باید برین داخل این گزینه که ادونس بکنم نوشته، یعنی آخرین گزینه، و اگه فارسی باشه نوشته افزوده ها، و آخرین گزینه رو انتخاب کنید. حالا میگه چرا نسخهش نوشته 1.18 1.18 به بالا انجام میشه، یعنی 1.18 1.19 و 1.20. من دوباره دانلودش کنم دوستان. من قبلا این مود رو دانلود کردم و بریم داخل بازی. و دوستان سعی میکنم تایم ویدیوهام آموزش از مودی چیزی هستش، سعی میکنم تایمش خیلی کم باشه که هم شما اذیت نشین، هم بنده، و هم و هم و هم راستی شما چرا بنده رو لایک و سابسکرایب نمیکنین نامردا؟ نمیدونم چطور بگم، بازدید ویدیوام به 800 تا رسیده. بازدید یکی از ویدیوام به 800 تا رسیده، ولی دنبال کننده‌ام کلا 3 نفرن. نمیدونم واقعا اینو چطور بگم، که اگه برین داخل چنل میفهمین بازدید یکی از ویدیوهای فیلم کوتاهم به 800 تا رسیده، ولی دنبال کننده هم خیلی کمن. و چون فعالیتی هم نداریم، منطقی بخوایم فکر کنیم، آره نکنه شما یه وید میسازین که من از قبل یکی ساختم و بریم مودا رو روش انجام بدیم، که مودا حذف کنیم، حذف اینا رو اصلا بیخیال شین. این مودی که الان دورش خط کشی شد، اینو شما باید بندازین داخل ماینکرافتتون که از هر دوتا اوکی، و میایین داخل این گزینه، میایین جایی که خودتون رو میتونین کریتیو کنین، میایین این گزینه و میایین پایین این گزینه که دورش الان خط کشی شد و اوکی میکنین. این گزینه باعث میشه که ریسورس پکتون یا همون شیدر پک چی بهش میگن بهتر کار کنه و مپتون کپی میشه بازم به هر حال. و مودو بعد اینکه ریختین داخلش، واسه برام چک کنم مودو ریختم یا نه، که نه، مودو باید دوباره بریزین دوستان. مثل اینکه مودو خودش نمیذاره، که این عکس مود هستش دوستان که روی تصویرم الان واسهتون میاد. و ما پلی رو میزنیم، بریم داخل ویدیو بهتون نشون بدیم. داخل ویدیو باتون ویدیو هستی what the f دوستان. ساعت چنده؟ ساعت 1:17 شبه. ساعت دیری هم نیستش واقعا. حالا اگه ساعت 3 میبود 4 میبود یه چیزی، هنوز ساعت دیر نشده و همونطور که میبینیم بازی در حال شب شدنه. ما میایم اینجا واسین یک مشعل بگیم در دستان زیبایمان، و همونطور که میبینیم مشعل تو دست معمولیمون در حال نور دادنه، بدون که هیچ کسی دور و برمون باشه و فکر نکنین کسی داره نور میگیره، نه. و مشعل تو دست چپمون هم حتی میره به راحتی. واسیم به مثلا من یک کلنگی چیزی همشیر ندرایتی رو برداریم و فکر نکنین دروغه. یه دوستان گم شو بمیر کثافت زامبی، به خاطر شما من بدبخت کلی عذاب میکشم همیشه تو بازیام نصف شب وقتی تخت ندارم. و دوستان این مود مشعل هست، چی میگم بابا،
مشعل تو دست چپتون جواب میده و واقعا برای بدراک پلیرها خیلی عالیه توی که بدراک بازی میکنی. و خودم به شخصی وقتی فهمیدم چه مودی هست و میشه انجامش داد خیلی خوشحال شدم. و بریم برای آموزش دومین مودمون که شما نیاز به همچین چیزی دارین. چی نوشته؟ حالا هر چی نوشته بیخیالشیم، چون من انگلیسیم مال مناطق محروم. چی میگی بابا؟ اسمش پس کن خدا. بیخیالشیم بابا. الان تیر میزنیم به ویدیو، باز باید دوباره 3 ساعت بشین رکورد کنی. خب خدا شکر آورد. و شما داخل این برنامه میوسین دیر بله روی تصویرم الان واسه تون نوشت دیر که روز شمار هستش و برای اندروید هم هستش که نسخه من 1.20 رو انتخاب کنیم. و چند روز داداش زنده موندی؟ 1008 روز زنده مونده، دمت گرم. و تبلیغات باز دوستان، شما هم اینو من از تبلیغات متنفرین؟ داخل کامنت ها بیاین بنویسین. خب میزنیم بره داخل ماینکرافت. این مود روز شمار هستش که شما با این مود میتونید تعداد روزایی که داخل بازی زنده موندین رو مشخص کنید. که دوستان این مپی که من الان رفتم تورچو گذاشتم داخلش، چطور بگم، همین دیروز ساختمش، یعنی یه روز بیشتر من داخلش بازی نکردم. یه 24 ساعت واقعی نه، فکر یه شب تا صبح بیشتر نبود. آره دیگه، یه شب تا صبح، که البته فکر کنم اونو حساب کنه. اگه حساب نکرد از 0 میاره، اگه حساب کرد مینویسه 2 فکر کنم. آره. با چی داری میگن؟ الان میریم میبینیم دیگه. 3 ساعت باز میای. وای هنگ نکن، تو رو جون مادرت هنگ نکن. سری پیش هنگ کردی چیز شد به ویدیو. خدا شکر نپرید برو. دوستان گوشی من مدلش یه جوریه که، و دوستان مود روز این هستش که الان دورش خط کشیده شد. همونطور که میبینه عکس یه گاو وامونده است که کجاست؟ از اینجا. همیشه من چرا اسم میگم از اینجا هم اد میشه ولی اد نمیشه، نمیدونم چرا. و کلا اینش به کنار، این داخل بازی بهتون نشون بدم مود روز شمار هستش. ببینیم مود روز شمار هست یا نه. معلومه هستش بابا، چی میگی؟ خدا زودتر ویدیو رو بگیریم. هم شما از حرف زدن من راحتین، هم خودم برم بخوابم. نمیتونستم واقعا ویدیو رو بزنم واسه فردا، چون گفتم همین امشب بذارم، چون بیشتر ویدیوهامو تو شب میذارم دوستان. و همونطور که میبینید مود روز شمار هست که بالای تصویر طور که میبینید واسم آورده. یک روزم بیشتر زنده نموندم، برگام یه روز بیشتر اصلا بازی نکردم یه روز. و مود بعدی که میخوام آموزششو بدم، واقعا اینجا کجا میری؟ مود واقعا خوبی هستش و کارایش بالای برای توی که بدراک پلیری، و میتونی کلا حالت بازی تو از بدراک تغییر بدی بره به جاوا. ولی بگم دوستان، این مود مشعل رو بهتر روی حالت جاوا تست نکنین، چون واسهتون نمیاره. حالت جاوا میپره، کامل نمیپره اونجوری که ساخت و ساز و اینجور چیزا هست. آره میمونه، ولی حالت دمیج دادن که یه جوری هستش اون میپره. و بیخیال خودتون هر جور که میخوایم. میریم وارد برنامه ادونس میشیم و میریم داخل بخش سرچ، مینویسیم جاوا که بالای تصویر واسه تون آورد. جاوا تموم. حالا 3 ساعت بعد واسیم تا بیاد. موندم چرا تایم ویدیو و خدا شکر آورد. همونطور که داخل ویدیو مشاهده میکنید 1.2051 من که 1.2041 هم. والا اینش بیخیال. شما این مود رو دانلود میکنید و از طریق بدراک، اگه نسختون بدراک تبدیل به جاوا میشه. و واقعا میگم مود کارایی هست و شما کلا میتونین حالتتون رو 10% هم گوشیم شارژ داره و کلا میتونین حالت بدراکتون به جاوا تغییر بدین. مثال تو بدراک پلیری میخوای برای یوتیوب ویدیو ضبط کنی
کیس مانیتور یا موس تو داری. کیس چیه بابا؟ این چیه علی؟ وای خدا، وسط ویدیو هم این کیه داره بهم پیام میده این وقتشم میای بازی؟ برگام 10% شارژ دارن دوستان. سریعا من ویدیو رو بگیرم و بهتون نشون بدم که واقعا مود کارایی هستش. تو با گوشیت با اندرویدت میتونی حالت جاوا بازی کنی کلا، که دوستان میخوام واسهتون تستش کنم ببینین واقعا مود کارایی هست. و هیچ وقت از اینجا اگه جاوا رو بلد نیستین ادش نکنین، چون واقعا سیستم زیاد میخواد. که من میخوام بهتون بگم برای چی ادش نکنین. واسه یه همچین چیزی میگم که نها کنین وقتی اینو بزنین لودینگ میاره که باید واسین کامل لود بشه. که دوستان من بدون هیچ قطع و وصلی دارم میگیرم، کات نکردم ویدیو رو که برم به مثلا پی سی روشن کنم و اینا، چون من و بفرما کامل شد عین جاوا. و پلیو که اینو که بزنین تماس بابا این کیه داره بهم زنگ میزنه؟ و اینو که بزنین حالتتون کامل میشه جاوا. مهم نیست مپتون باشه، که میتونین تو مپتون هم ادش کنین، که فکر کنم ادش نکردم. ببخشید دوستان. ویدیو رو چی شد؟ چرا این شکلی شد اینا؟ یه سوال، مگه من الان جاوا نبودم؟ چرا این شکل؟ ببخشید دوستان، این حالت بدراک هنوز نرفته رو حالت جاوا، به خاطر اینکه اد نکردمش. ولی زمانی که اد کنم میره رو حالت چی شد؟ یه سنه گفتم الان ای بابا برو. بابا من که بلد نیستم چرا اینو میزنی؟ خب تو که بلد نیستی حالا باز باید بشینی 3 ساعت. 3 ساعت چیه بابا؟ به خاطر شما فالوورای عزیز. بابا این کیه داره هی با من پیام میده نصف شبی؟ علی. و شما میان داخل. وای 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 دوستان، سری پیشم من بدبخت همین کارو کردم. برو تو برنامه ادوانس، برو تو برنامه ادوانس، اصلا کارت خیلی عالیه. ولی دوستان همونطور که دیدین مال ما شد عین جاوا. همونطور که دیدین عین جاوا شد و مهم نیست تو بازی بندازین یا توی مپتون، باور کنین عین خود جاوا میشه همه مدلش. و شما اگه یک چطور بگم کیبورد و موس داشته باشین و هاپورت، که میتونین بیاین از برنامه دیجی کالا بخرینشون. و اسمشو واسه تو الان بالا تصویر میارم که خیلی کاربردیه. شما هاپورت اگه موس و کیبوردی دارین میتونین بریم بخرین، که قیمت کل این 3 وسیله من الان واسه تون میارم. چرا 4 تا؟ موسپدم واسه تون اینجا تو سبد خرید گذاشتم، که شاید بعدم بخرم واسه تون کلا با پی سی جدیدم ویدیو بگیم، که میشه 429,000 تومن. که یک کیبورد، یک هاپورت. و بخشی دوستان اینجا رو شطرنجی میکنم نمیتونم بذارم، میتونم بذارم متاسفانه به بعضی از دلایل نمیتونم بذارم. و یک موس و یک دونه موس هستش که با موسپد و موس و هاپورت 4 تایی و کیبورد، که اگه اینا رو سرجم بخریم میشه 429,000 تومن. که واقعا میگم اینا کاربردی هن. شما اگه جاوا بلد نیستین میتونین با گوشیتون حالت جاوا کنین و برین داخل یوتیوب شروع به فعالیت کنین. بنده متاسفانه هنوز پول خریدشون ندارم دوستان، وگرنه میرفتم میخریدم و بدراک و ول میکردیم، میرفتیم میچسبیدیم به جاوا. دوستان تا یه ویدیوی دیگه بدرود.